سلام بچه‌ها، چطورید؟ من فلیکس هستم. خوش اومدید به یک ویدیو جدید. بچه‌ها امروز قراره مثل ویدیو قبلی، نه قبلتر از اون، این ویدیوهای خنده‌دار اینستا رو ببینیم و امیدوارم که خوشتون بیاد. بچه‌ها حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. خیلی پر انرژی ام و با چشمای قرمز می‌خوایم بریم. آره دیگه بریم ببینیم و من میدونم دیگه آقا من امروز جر میخورم از خنده. بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. Let's go. دیگه نمیتونم ادامه بدم. خب چرا؟ ایرانی‌ها با تورم 50% به تخمشونم نیست. من زندگی به یه برشونم نیست. عشق همید به خدا. خب بچه‌ها بریم سراغ ویدیو بعد. جالب در این سرقت دزدیده شدن موتور سارق است. موتورم روشن گذاشتم برم کیف اون خانومو بگیرم. وقتی کیف اون خانومو گرفتم موتور رو بردم. یارو خودش دزده رفته کیف خانومه رو بزنه. تو رو میگه روشن گذاشتم رفتم که کیف اون خانومه رو بزنم، اومدم دیدم موتور رو برد. What the fuck. اینجا ایرانه، از اون لخت شلوار میدوزدن. بچه ها نمیدونم این ضرب المثل تو ترکی بود، گفتم من فارسیشونم بگم، نمیدونم باحاله بیمزدم خودتی ترکیش هم بگم. میگه که burada lütfen tuman uğrayırlar. اول از همه پول داشت پاش. نه داداش نه نشد. آروم باش پوریا پوتک نشد. خواستم ادای تو رو در بیار طوری بود. آقا ولش کن بریم ویدیو بعدی. ببین وای میمیری خب یه جوری زندگی بگو دیگه اینو دیگه. بچه ها اینا خیلی بالن، حتما که میشناسید این دوتا رو. یه دونم کلیپ داشتم بچه ها، فکر کنم اون چیز بود، اون آهنگی که ترند شده بود، میگفت که شوب خوردی پسر، همونم برمیگشت میگفت نه من آبجو خوردم فلان. اینو رفته بودن به افشین یه چکی زد به قرآن. یعنی ارزش محتوا همینقدر نیست که اینا دارن خودشونو جر میدن، ولی واقعا باحالن. محمد جان داداش اون فیلم هم اگه تونستی بذار و بچه ها ببینن. اینجا؟ بله بابا. کجا بودی؟ من بیرون. هاکن؟ ها چرا؟ هاکن؟ مشروب خوردی پسر؟ نه من آبجو خوردم. خوردی آبجو خوردی؟ خیلی باحال بود. بریم سراغ ویدیوهای بعد. برادر زنش میگه من اومدم کاستگاری 2 نفر گرفته. جا نداری راه بری توی خونه، نه یه خونه بزرگتر باید بگیری. اصلا همینجوری راه بری میتونی دایی. وای داداش جریان چیه؟ نمیخوام، از خودم نیست آقا، نمیخوام ببینم. مهریم رو بده بریم. ولی خیلی باحالن. مهریم رو بده بریم دیگه. من هر جا برم خواهرم آهان این برادر این الان نیست اصلا اصلا فیلم برداره. خب یه خونه بزرگتر و اونم بگیر. شوهر. ببخشید علی جان، بگیر. دیگه واقعا تکرار نشه. پولم در همین حد. تکرار نشه. چقدرم پر روی این. یه ذره شما توی خونه داری زندگی می‌کنی، شما خرج کن. What the fuck. دیگه چی؟ یعنی تو بگیری بچهش برای تو باشه خرجشو من بدم. اگر میذاری من زن بگیرم بیام توی خونه جان الان میخواد یکی دیگرم بیاره تو این خونه. به خدا بدبختی تو، من میدونم اونی که برادرزن عین خودت. به قرآن از خدامه. چشاتو واکنی اینجا صورت برادرزن باشه. خیلی قشنگه. به خدا از این خانواده خیلی دوست دارم. به بعد درازم قرآن باشه. خیلی باحال و فانن. یکی بخر دوتا ببره دیگه. الان تو خانواده ما این حرف یا مثلا یک کلمه اضافی برا برادر زنش بگه عملو برداشته زده نمیدونم در و دیوار و پنجره و شیشه ها رو آورده پا. اینا خیلی فان بودن. بریم بعد. برای 7 ماه. برای 7 ماه. ای جانم پسر 7 ماهه داری، چند سالشه؟ اسکال میگه پسر 7 7 ماهه چند وای سالشه؟ وای داره تک 7 ماهشه فهمیدی؟ 7 ماهشه. What the fuck. بچه نمیدونم تو برنامه زنده بودن یا چی داره تکرار میکنه که بچم 7 ماهشه. میگه آها 7 ماهه پس چند سالشه. میدونم واقعا این مجریات چی میزنن. به خدا چت
این کارا رو نمیکنه. چت یعنی مغزش از این خوبتر کار میکنه، داره منو هرس میده. ویدیو بعدی دارم به دین اینا علاقه‌مند میشم، باحالم واقعا بچه‌ها، اینا خیلی باحالم، اون که دارم میتوان پاشونو میزنم زمین. استغفر الله. الان دیگه یعنی گناه من به دین اینا میخندم، ولی ناموسن خیلی دینی فانی دارید. بریم ویدیو بعدی. ساینا رو صادر کردن عراق. آها فقط بریم کامنت مردم رو بخونیم، هیچی نمیگم. بخونیم. بریم کامنتاش رو بخونیم. الاسرائیل کل المکان. یا اخی هذا هي السيارة الجير بوكس اشتقتقوني والاكزوز اشتقتقوني ولا طابش لغلغوني يا ايها الناس العرب المساطون الهواتوني الام الايراني خذوني قبل الخريف فرقوني واقول اشهد ان لا اله الازرائيل لفظ الايران الجوين في العراق الروسيل في الكون الميكانيكي. وای وای دهنتونو گاییدم. کامنت برتر بودیم واقعا. وای الگیر باکس وای دائما الصوت سمیر انا لله وانا الیه راجعون. وای 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 دهنتونو گاییدم. از ایرانی ها هرچی بگی در میاد به قرآن. وای وای به قرآن موهای تنم سیخ شد. دهنتون سرویس. اوه. به قرآن جر خوردم جون زهرمار. بچه‌ها بریم ویدیو بعدی. دهنتون سرویس. 6 تا صدا که پسرها دوستش دارن. بنازم من خودم صدای سیدیم. مشتبه قطعش کن. خب بچه بریم ویدیو بعد. ساقی هم گردن نمیگیره. چه میکنه؟ یه پیچی جانانه از رونالدینیو چرا اینطوری میکنه این؟ وای بچه به خدا من با این هم بازم ها. این میگه ساقیرم گردن نمی. بریم ویدیو بعدی. دهنتون سرویس. یک کلمه شغل شما چیه؟ بیزنس. چی؟ تجارت. بابا این تریاک و شیره از ویدیوهای من نمیرم بیرون، به جون چی گسم بخورم. بابا من تو رو قرآن نمیدونم تو شاید تو تازگی ها افتادی تو شیره و تریاک به من نمیگی. با این ویدیو میخوای منو بفهمونی که من دارم شیره و تریاک استفاده میکنم، یعنی مصرف میکنم. با تو رو قرآن بسته دیگه، از بچه ها خجالت بکش. هر چی تو تم دست شیره و تریاک میشه میفرستی به من، میگی آره بیا از این ویدیو ریاکت برو. نوسن نکن. جا شما یه چیزی بگید به ادیتور بنده. بکش بیرون دیگه. اجا نیاید تو کامنت ها بنویسید نم فلان و اینجور داستانا. نه، ادیتور من یعنی آقا محمد گل اینجوری اینو میبینی، ما دیگه اینجوری هستیم. نه بچه منظورمون نبود. منظورم این بود که خیلی صمیمی و رفیق رو 7-8 ساله که باش رفیقم و باش شوخیایی رو دارم دیگه. منظور در جریان باشید که از خودیه. بریم ویدیو بعد. چه بلایی سر کار کرد. بدن موشو بعد از اینکه این لقمه ها رو خورد، کو لقمه‌اش ایسا درش بیا پلاستیک نکنه خورده باشه کار کرد. تشنش میشه و به اولین جایی که برسه آبو بخوره میمیره. حتما با دستش فلفله انداخته بشه. نکته خیلی خوبی که این لقمه ها دارن
بنده خدا چرا اینطوری شد؟ شت. ویدیوی بعدی یه دادم به ای، وای دادم به ای، یه دادم به ای، یه دادم به ای. اشتباه کردش. وای بچه ها به جون مادرم انتظارشو نداشتم بچه ها بگه مشتبه قدش. حالا نوشته واشرم زدم. خب اینو نمیدادی به ای، ایرم نمیدادی به ای، واشرم نمیزدی. زهر مار. این ویدیو بعدی بیت باور نکردنی سه اسطوره پیشرو سورنا حسین. اوشم از سوی داری چی کار میکنی با این ابوغتا؟ به خدا اینا حرمت دارن. وای پیشرو تو رو قرآن، درسته که تو خودت این ادا اطوالا رو در نمیاری، با هوش مصنوعی میسازن، ولی ناموسم بده نکنید. اینا حرمت دارن، اینا لذت دارن. نه خب بچه خیلی دوستتون دارم. ممنون که تا آخرین لحظه با هم همراه بودید و لحظه به لحظه این ویدیو خندیدید، خوشحال بودید و امیدوارم انرژی خوبی بهتون منتقل کنم و خیلی دوستتون دارم. بچه ها حتما چنلمون رو ساب کنید و این ویدیو رو لایک کنید به عشق خودتون. بچه ها اینجا 2 ویدیو میاد، اینا رو هم برید ببینید و حال کنید. خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم. بابا زهر مار دیگه، چقدر تو خواهی مالی. عشق منید بچه ها. تا ویدیو دیگر مواظب خود باشید.